امروز اومدیم موزه هوافضا مسکو، یکی از بزرگترین، مجهزترین و بهترین موزه‌های هوافضای دنیا. خب همونطور که میدونید روسیه یکی از بزرگان حوزه هوافضا در دنیا. موزه هم که ما اومدیم تقریبا تمام قطعاتی که برای اولین بار انسان‌ها به فضا رفتن، اولین سگی که به فضا رفت، اولین موجود زندگی به فضا رفت، تمام فضاپیماها، هواپیماها و تمام قطعاتی که در فضاپیماها استفاده میشن به نمایش گذاشته شده. به هر حال مکاتبات زیادی انجام شد که دوستان میتونن اینجا رو ببینن، ولی خب یکی از بهترین لوکیشن ها و قسمت های جذاب تور همین موزه هوافضای مسکو بود.